ماشین رو تازه خریدی از یه آقای متأهل. کلاهبرداری ها داره اینجوری میشه. خانومش رو خیلی دوست داره، با هم نقشه کشیدن. گفته خانوم مهریت رو بذار اجرا، پلاک ماشین من توقیف بشه، من برم بفروشم با قیمت پایین. این کارم کردن، رفتن ماشین رو آگهی کردن، قیمت مناسب فروختن، آقا پولش رو داده، رفته تعویض پلاک، دیده پلاک بازداشته، توقیفه. زنگ زده گفته خانومم گذاشته مهریه رو اجرا، پلاکم توقیف شده، حالا میخوای کنسل کن ولی 15% ما تعیین کردیم خسارت بدی. این کلاهبرداری جدیدیه. ماشین میخری، پلاکش رو تو این سایت راهور 120.ir بزن، چک کن، استعلامش رو بگیر، بعد قولنامه رو امضا کن، فکرت راحت شه بابت پلاک. پیج ما رو داشته باش. دوست ندارم یک بارم سرت کلاه بره. دوست دارم.